درود و ارادت. بچه‌ها توی یک جمعی هستین، داریم با همدیگه در مورد یک موضوعی صحبت میکنید. یک نکته یک دفعگی به ذهنتون میرسه و میخواین توی صحبتتون بیانش کنید که شاید ربطی هم به صحبت توی اون جمع و گروهتون نداشته باشه. میخوایم بگی راستی این کارم کردم، در ضمن این اتفاقم افتاد. این راستی و در ضمن تو زبان آلمانی چی میشه؟ تو سطح آینس بچه‌ها از اوبریگنس استفاده میکنن. اوبریگنس Ich habe gestern ein neues Buch gekauft. در ضمن من دیروز یک کتاب جدید خریدم. تو سطح آسوای میان از ganz nebenbei bemerkt استفاده میکنن. ganz nebenbei bemerkt یعنی به عنوان یک نکته جانبی، به عنوان یک نکته، ما تو زبان فارسی میگیم یه چیزی هم میخوام تو پرانتز بهتون بگم. ganz nebenbei bemerkt Ich habe gestern ein neues Buch gekauft. یه نکته هم تو پرانتز بگم که من دیروز کتاب جدید خریدم. برای سطح بیاینس میان بچه ها از کلمه نوامقانده استفاده میکنن. نوامقانده هم دقیقا همون معنی رو داره و به معنی میخوام به عنوان یک نکته تو پرانتزی بهتون بگم. نوامقانده Ich habe gestern ein neues Buch gekauft. دیروز من یک کتاب خریدم. و تو سطح بیسوای از apropos استفاده میکنن. apropos Ich habe gestern ein neues Buch gekauft. در ضمن راستی دیروز من یک کتاب جدید خریدم. شما هم اگر معادل دیگه ای میشناسین که به معنی در ضمن یا راستی هستش، خوشحال میشم برامون تو کامنت برسونید. خیلی الهام